آخرت برای کسانی است که در این دنیا انسانهای خوبی بودند و به آخرت اعتقاد داشتند، ایمان داشتند، به غیبیات ایمان داشتند، به الله سبحانه و تعالی اعتقاد داشتند و اعمالی را هم که در این دنیا انجام میدادند برای این نبود که مردم از اونها تعریف بکنند، مردم از آنها تمجید بکنند، مردم به او تقدیرنامه بدن، مردم به او مدال‌های افتخار بدن، بلکه اعمالی را که در این دنیا انجام میداد برای رضایت پروردگار یکتا بود. این انسان در آن دنیا بعد از مرگ در پیشگاه الله سبحانه و تعالی مستحق آن پاداش هایی است که الله سبحانه و تعالی برای انسان های خوب که مؤمن باشند در نظر گرفت.